هفتم نوامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارخانه استحصال سمنت جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه در ناحیه اسماری سامانی شهر دوشنبه در میدان 35 گکتار جایگیر بوده. در آن انشاءات استحصالی و دیگر انفراساختور ضروری از جمله بینای معمولی، مرکز اداره‌کنی و تشخیصگاه، انبارها، آشخانه و 2 ایستگاه تعمیر تکنیکی ساخته شده است. یادآور میشم که 17 سپتامبر سال 2019 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای بنیاد باز یک کارخانه عظیم صنعتی سنگ اساس گذاشته بودند. اقتدار استحصالی کارخانه سمنت جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت در یک شبانه روز 3300 و در یک سال 1.2 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. در رفت کارهای ساختمانی تا 1200 نفر متخصصان و کارمندان به کار جلب گردیدند. در کارخانه در مجموع بیش از 700 نفر متخصصان محلی با جای کار دائمی تامین شدند. معاش میانه کارگران 5100 سومانی و متخصصان تکنیکی و مهندسی 7500 سومانی می باشد. شماره واسطه های نقلیات بارکش و مکانیزم های مخصوص کارخانه زیاده از 135 عدد را تشکیل می دهد. محصولات استحصال نموده کارخانه به استانداردهای بین المللی جوابگو بوده. سمنت مارکه های سولفات 500 و 400 استحصال کرده می شود. در جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت استحصال سمنت سولفات برآورده شده است که برای جمهوری محصولات استراتژیکی به حساب رفته. در بنیاد انشاءات حیاتاً مهم و مخصوص از قبیل نیروگاه‌ها، نقب‌ها، راه و پل‌ها و دیگر ساختمان‌ها استفاده کرده می شود. اینجایی که ما حضور داریم از طرف تکنولوژی همش نظارت کرده می شود. روند تکنولوژی، پروسس تکنولوژی، تحلیل کارخانه در همه سمت نظارت برده می شود. کلینکری که حاضر ما استحصال کرده استودیم به نوعیت صفت خوب داشته، مارکش از مارکه 500 زیادتر می باشد که می تواند با مجازان جمهوریمون مجازان بیرون کشور بسیار پسند آید. کارخانه از لحاظ اکولوژی بی‌ضرر بوده، به هوای اتمسفر چنگ یا دیگر دود غلیظ خارج نمی کند و دارای زیاده از 50 هوا تازه کنک یا خود فیلتر بوده. آنها چنگ سمنت را نگاه می دارند که در کارکرد دوباره محصولات استفاده کرده می شود. خاک، آهک سنگ، مگنیتیت، سفید خاک، قم کوارتزیت، گچ سنگ و انگیج سنگ در مجموع اشیای خام برای استحصال سمنت در این کارخانه از حساب ذخیره‌های طبیعی وطنی از جمله کان‌های دره خرنگان دسترس کرده می شود. در جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت بینای 3 آشانه تشخیصگاه با بیش از 100 عدد تجهیزات زمانوی فعالیت می کند. کارگران تشخیصگاه با استفاده از دستگاه‌های معاصر و تجربه اندوخته‌شان محصولات کارخانه را پرره از تشخیص می‌گذرانند. جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت یکی از کارخانه‌های زمانوی میباشد که با تشبث جناب عالی امامعلی رحمان افتتاح یافته است که از روی تکنولوژی و اکولوژی یکی از کارخانه‌های پیشرفته ترین میباشد. اینچنین آزمایشگاه کارخانه که با تجهیزات‌های حاضر زمان مجهز گردانده شده است که ما با واسطه این میتوانیم همه محصولات خود را سری وقت در مدت 2-3 دقیقه میتوانیم که معاینه کرده به استحصالات روانه نماییم. کارهای ساختمانی، خرید و به جمهوری وارد نمودن تکنیک، دستگاه و تجهیزات و دیگر محصولات و لوازمات از جانب جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت راه اندازی شده. کارهای لایحه‌کشی، تامین و نصب تجهیزات
از جانب پودرچی اساسی شرکت جیانسو پینفی کو لیمیتد و شرکت لینسن جمهوری مردمی چین به انجام رسیده است. بنیاد باز یک کارخانه نوی صنعتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای عملی نمودن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه استوار خواهد گذاشت. باید گفت که بعد به کار درآمدن جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت، کارخانه سمنت براری دوشنبه که از سال 1942 سالهای دراز کار کرده و فرسوده شده است و به محیط زیست شهر و اکولوژی تأثیر می‌رساند، تا آخر سال فعالیتش منع کرده می شود. عین حال در جمهوری شماره کارخانه های سمنت براری 15 عدد را تشکیل می دهد. از جمله در ولایت ختلان 5 عدد، ولایت سوخت 6 عدد، ناحیه های تابع جمهوری 3 و در شهر دوشنبه 1 کارخانه. در جمهوری تا سال 2014 همگی 300,000 تن سمنت استحصال می گردید. حجم استحصال محصولات سمنت در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2023 3.3 میلیون تن با ارزش 1.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در همین دوره حجم صادرات به 781.6 هزار تن و حجم واردات سمنت به 25.3 هزار تن برابر گردید. اقتدار کارخانه‌های سمنت براری جمهوری در عموم 5.5 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. همه ساله زیاده از 4.3 میلیون تن سمنت استحصال گردیده. در برابر این به جمهوری‌های همسایه نیز صادرات می‌گردد. از روی معلومات آماری طلبات جمهوری به سمنت در یک سال 3 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. حجم صادراتی 33% سمنت استحصال شده میباشد. بعد افتتاح و شناسایی با شرایط اقتدار استحصالی جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت، سرور دولت محترم امامعلی رحمان به راه ماندن استحصال سمنت بلندصفت و در بازار جهانی رقابت پذیر را مهم شماریده در این سمت به مسئولان دستور و هدایت‌های مشخص دادند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از محل جایگیرشوی انشاءات مهم صنعتی در همین جا به راهبریت کارخانه سپارش دادند که به خاطر تأمینات تازگی اکولوژی، آزاده نگاه داشتن محیط اطراف، حفظ طبیعت و آبادانی و کبودیزارکنی در اطراف و حدود کارخانه 250,000 درختان آرایشی و همیشه سبز شنانند.